مارمزونا وقت افطار لقمه رو بگیر اینجوری بیار نزدیک دهانت مدلن یعنی این بعد بگو خدایام بگو ببینم من مهمونت هستم یا نیستم. اگه مهمون نیستم که بگو پاشم برم، اگه نه مهمونتم تو هم صاحب خونه منی، تو هم میزبان منی، من ازت خواسته ای دارم، اگه ندی افطار نمی کنم، اگه میدی لقمه رو تو دهانم بذارم. بعد چیزای بزرگ بزرگ بخواب، لقمه رو بگید دل و دهانت بگو الان آقام کجاست، من میخوام برا آقام به درد بخور بشم، نگو وضعم خرابه تو میتونی عوضم کنی، عوضم کن افطار کنم.